مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. همونجوری که در تیتر برنامه هم دیدید، شاید تیتر عجیب و غریب باشه، یه عده خوششون نیاد، یه عده فوش بدن، اما لطفاً تا انتهای این مستند صبر بکنید. یه سری حرفا میزنیم. اگر دنبال کشف حقیقت هستید و دنبال به نوعی اتفاقات بهتر از شرایط موجود هستید، لطفاً ویدیو رو به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید اگر مایل بودید و گوش بدید تا انتهای این ویدیو رو، چون میدونم که بعضی از حرفایی که ما در این مستند بزنیم، آدم‌هایی که اعتقاد به دموکراسی، اعتقاد به دگراندیشی نداشته باشن، قطعاً فوش خارمادر میدن. چیز طبیعیه، چیزی که همه ما میتونیم ببینیم در جامعه، اما چیزی که بر پایه آمار و ارقام و اتفاقاتی که موجود در جامعه هستش میفته، شاید براتون جالب باشه که آمار چیز جالبی رو میگه. قطعا اگر توی ایران باشید، توی کوچه خیابون ها باشید، سوار تاکسی بشید، سوار مترو، اتوبوس بشید، یا اگر خارج از کشور توی محفل های مختلف باشید، مردم راجع به سیستم فعلی ایران انتقاد میکنن، یعنی ناراضی هستند. با خودتون دو تا چهار تا میکنید، میگید که 99% مردم، الا اون کسایی که حالا درگیر سیستم فعلی هستن، با سیستم مشکل دارن، با آخوندها مشکل دارن. اما آمار یه چیزی دیگه میگه. آمار میگه تقریبا 73% مردم دوست دارن آخوندا باشن. حالا این آمار از کجا اومده؟ من از جیبم دارم در میارم، یا توهمی ام، یا یه چیزی زدم، یا دنبال ساقه خوب بعد بگردم کامنت هایی که میخواد بیاد؟ نه دوستان، آماری که من دارم میدم آمار موجود در مرکز آمار ایران هستش. چجوری این آمار به دست اومده؟ در آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حالا من سعی میکنم که بخونم از روی دیتاهایی که دارم، چون عدد هستش نمیتونم حفظ بکنم. 79,926,270 نفر جمعیت ایران در سال 95 تخمین زده شده که 24,196,035 تا خانوار داریم که مردها 40 میلیون هستن، خانمها 39 میلیون تقریبا. حالا اون خورداش حساب نمی‌کنیم که مردها از زنها بیشترن. جمعیت شهری 59 میلیون خورده، یه جمعیت روستایی 20 میلیونه. تعداد کل خانوارهای شهری 18 میلیونه و خانوارهای روستایی هم تقریبا 6 میلیونه. حالا یک سال بعدش که میشه سال 96، در ایران انتخابات برگزار میشه که دیدید دیگه، سیستم آقای روحانی بود و آقای رئیسی بود و حالا سایر جریان‌های فکری مختلف، و انتخابات برگزار شد. چند میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن؟ 41 میلیون نفر. حالا سوال اینجاست، اگر مردمی که ناراضی هستن از شرایط فعلی، چرا رفتن 41 میلیونشون رأی دادن؟ آقا شما ناراضی رأی نده، ناراضی چند وقت دیگه انتخابات مجلس رأی نده. پس اگر رأی میدی با سیستم فعلی موافقی. حالا یه عده میگن بین بد و بدتر ما اون بده رو انتخاب کردیم. اگه شما کلا مخالفی که اصلا نباید رأی بدی. و نکته جالب‌تر این هستش که واجدین شرایط در انتخابات سال 96 56 میلیون نفر بوده و جمعیت ایران 79 میلیون بوده، 56 میلیونش واجدین شرایط بودن. حالا واجدین شرایط به چه کسایی میگن؟ به کسایی میگن که سنشون بالای 18 سال باشه و افراد زیر 18 سال یا افرادی که حالا در ایران نیستن ولی خب جزء آمار ایران حساب میشن دیگه و مثلا رفتن یه جای دیگه زندگی میکنن، اما توی سرشماری نفوس و مسکن گفتن طرف مثلا با ما زندگی میکنه. اون آمارا رو که کم کردن 56 میلیون نفر واجد شرایط شدن. از اون 56 میلیون آدم عاقل و بالغ که بالای 18 سال هستن، 41 میلیون نفر رفتن رأی دادن. به صورت ریز با دیتیل هم بخوام بگم، 41 میلیون و 220,131 نفر. تاریخ 30 خرداد سال 1396 روز شنبه این آمار اومده بیرون. چه اتفاقی هم افتاده؟ یه سری سلبریتی ها که من میگم اینا سلبریتی نیستن، اینا سلبریتی هن، چی بگیم، نمونهش این آقای ژوله و نمیدونم برادران امیر قاسمی. البته اینها شاید شما به شخصه خوشتون بیاد ازشون، منم خودم خوشم میاد مثلا از امیر مهدی ژوله، از
برادران قاسم خانی با سیستم نویسندگی خوبشون در سریال‌های طنز، اما دلیل برای نمیشه چون من خوشم میاد اینا از هر کسی حمایت بکنم من برم به اون رأی بدم. امثال این سلبریتی‌ها یه پولی گرفتن، یه قدرتی گرفتن، یه امکانات دولتی گرفتن، یه محافظ مالیات شدن، یه عده از جامعه رو هم ترحیک کردن و رفتن رأی دادن. و حرف حساب به نظر من اینه که اگر شما با سیستم فعلی مشکل دارید، با گرون شدن بنزین مشکل دارید، با آخوندها مشکل دارید، با ساندیسی‌ها مشکل دارید، با مزدورها مشکل دارید، نرید رأی بدید. این آمار رو من از جوب پیدا نکردم، 41 میلیون نفر رفتن رأی دادن. از اون طرف یکی از دلایلش هم و مقصر اصلیش هم سلبریتیان. یک گزارش بریم راجع به این سلبریتی ها ببینیم. جالبه دیگه، سلبریتی هایی که راجع به انواع اقسام موضوعات صحبت میکنن که من چند وقتم هستش خیلی کلید کردم روی این سلبریتی ها. حالا یه دم میگن که چرا روی اینها کلید کردی؟ به خاطر اینکه اینا الان نزدیک انتخابات مجلس میشه، نزدیک انتخابات ریاست جمهوری میشه، یهو سر کلهشون پیدا میشه و شروع میکنن جفسازی کردن و کلا راجع به هر اتفاقی اظهار نظر کردن. یک بار برای همیشه شخصیت اینها رو ما افشا بکنیم که در رسانه پشت پرده ما داریم این کار رو انجام میدیم، برای مردم کافی هستش. چون ما معتقد هستیم که شما لازم نیست، چون خیلی به من میگن که چرا راجع به موضوعات مختلف میترسی افشاگری بکنی، نمیدونم خط قرمز رو رعایت میکنی. نه دوستان، یه داستانی وجود داره. داستان از این قرار هستش که من بیام بگم که این موبایل به درد نمیخوره، داغونه، آشغاله خوبه، یا بیام به مردم بگم که آقا یک موبایل استاندارد موبایلیه که خوب آنتن بده، خوب اطلاعات رو توش ذخیره بکنه، هنگ نکنه، دوربین خوبی داشته باشه، نمیدونم روون باشه، تاچ خوبی داشته باشه. من اینو بیام به مردم آموزش بدم بهتر، یا بگم مستقیم این بده این موبایله؟ مردم اگر بتونن به یک درک و بتونن به یک شناخت درست برسن و استانداردها رو بدونن، خودشون میدونن کی خوبه کی بده و میتونن حق انتخاب داشته باشن. بریم این گزارش سلبریتی ها رو ببینیم. به جالب. اندی وارهول، هنرمند آمریکایی، 50 سال پیش گفته در آینده هر کسی به مدت 15 دقیقه مشهور خواهد بود. با فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی حالا ما در همان آینده‌ای زندگی می‌کنیم که وارهول از آن سخن می‌گفت. فضای مجازی که با انتشار یک فیلم و یا یک توییت می‌تواند ما را برای دقایقی معروف کند، برای ستارگان سینما، موسیقی و حتی ورزش امپراتوری بادآورده‌ای را به همراه داشت. حضور پررنگ سلبریتی‌ها به واسطه فضای مجازی در بین مردم اما نتایج مطلوبی در پی نداشت. دخالت گاه و بیگاه سلبریتی‌ها در کارهایی که عموماً سررشته‌ای در آنها ندارند، این اواخر جان و مال مردم را هم به خطر انداخته است. سال گذشته بود که فضای مجازی به یکی از سلبریتی‌های وطنی اجازه داد تا پا در کفش علم پزشکی هم بکند. خانم بازیگر در صفحه مجازی خود برای میلیون‌ها نفر ایرانی یک نسخه جعلی پیچید. ادعایی که خیلی سریع توسط وزارت بهداشت تکذیب شد. سلبریتی ها اما استاد ماهی گرفتن از آب گلالود هم هستند. آبان 96 برای ایرانی ها یادآور حوادث ناگوار کرمانشاه است. حوادثی که هرچه برای مردم غم داشت، برای برخی سلبریتی ها سودآور بود. تعداد زیادی از آنها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به جای هلال احمر یا حساب‌های رسمی، حساب‌های شخصیشان را معرفی کردند. چیزی نگذشت که دادستان کرمانشاه اعلام کرد برخی از سلبریتی‌ها گویا قصد ندارند پول‌های جمع‌آوری شده را به این راحتی‌ها خرج مردم کنند. این اواخر هم متنی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که تعداد زیادی از سلبریتی‌ها آن را امضا کرده بودند. متنی موسوم به بیانیه صدای آبان 98. در آن بیانیه اما سلبریتی‌ها وضع موجود را نه حاصل انتخاب و تبلیغ خودشان که زیر سر حکومت می‌دیدند. البته این هم یکی دیگر از همان بازی‌هایی است که به این راحتی‌ها نمی‌شود آن را باور کرد. چیزی شبیه سلفی همین سلبریتی‌ها با آواره‌های کرمانشاه که بازتاب‌های فراوانی هم در پی داشت. نکته جالب ماجرا آنجاست که اغلب امضا کنندگان بیانیه صدای آبان 98 خود با استفاده از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رشد کرده و برخی از آنها هنوز با پول بیت المال پروژه‌های خود را تولید می‌کنند. حالا
به نظر بهتر است که سلبریتی ها به جای دادن بیانیه یک بیانیه واقعی بدهند و در آن اعلام کنند که از این پس دیگر از هیچ یک از امکانات مادی و معنوی کشور استفاده نخواهند کرد. اینطور بهتر نیست؟ بله دیگه، فکر کنم دیگه دستتون اومد دیگه. سلبریتی هایی که جمع و اقسام موضوعات صحبت میکنن، نمیدونم زلزله میشه، یهو پیداشون میشه، شماره حساب میدن، بعد بلافاصله سر از خارج از کشور در میارن. خیلی از این سلبریتی ها جالب بدون شما اقامت امریکا دارن، اقامت اروپا دارن، لو نمیدن بهتون. بعد شروع میکنن خودشون شبیه موش مرده زدن. آره ما دلمون برای مردم میسوزه فلان، راجع گرونی بنزین. کجا بودن اینا؟ راجع گرونی سایر اقلام اجناس کجا بودن کسایی که تبلیغ آقای روحانی رو کردن؟ و کلا از بحث خارج نشیم. اگر مردم ناراضی ان نرن انتخابات شرکت بکنن. یه دم میگه آره مجبوریم، نمیدونم برای استخداممون خیلی مهمه، برای استخداممون ما مجبوریم رای بدیم. والا منی که استخدام صدا و سیما بودم از سال 85 84، حالا بخوایم به این ور حساب بکنیم، درگیر فضای صدا و سیما بودم و درگیر حراستش بودم و استعلاماتش بودم. یک بارم به من نگفتن که آقا رای دادن اجباریه، شما مثلا موقعی که 18 سال شد، چون من قبل از 18 سالگی رفتم تو صدا و سیما، بعد از اینکه 18 سالم شد هیچ وقت نیومدن شناسنامه منو چک بکنن که من رای دادم یا ندادم. حالا من نمیدونم چند تا اداره و سازمان این قانون است، ولی تو صدا و سیما حداقل این نبود که شما اگر نری رای بدی یکی بیاد خفتت بکنه بگه چرا نرفتی رای بدی. یه دمال بهانه اینو کردن که آره ما اگر رای ندیم مشکل استخدامی برام پیش میاد. آقا اوکی، 5 میلیون نفرتون از اون 41 میلیون نفرتون مجبور بودید برید رای بدید. 36 7 میلیون نفر بقیه‌تون چی؟ که اگر واجدین شرایط 50 میلیون نفر باشه، 36 میلیونش رفته باشن رای داده باشن، حدود 60% مردم، پس سیستم رو دوست دارن دیگه. اگه دوست نداری رای نده. چقدر این کلمه رو تکرار کردم. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون بفرستید. ممنون از شما.